جمعی به نام کنگره آزادی ایران و دردسری دیگر. کنگره آزادی ایران بیشتر به یک حزب سیاسی شبیه است تا به یک جبهه. این موضوع باعث شده است تا عضویت احزاب مبارز و تاریخی کردستان ایران در آن برخلاف اساسنامه خود حزب تلقی شود. احزاب دموکرات باید هرچه سریعتر از این وضعیت خارج شده و براءت خود را از آن اعلام کنند. ماندن احزاب روژلات شرق کردستان در این کنگره بی‌احترامی به ارزش‌های ملی و خواسته‌ها و مطالبات مردم حق طلب کردستان محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد کنگره آزادی ایران بیشتر به دنبال ایجاد یک ائتلاف فراگیر برای مقابله با جمهوری اسلامی است، اما این ائتلاف به قیمت نادیده گرفتن حقوق اساسی ملیت‌های ساکن در ایران تمام می‌شود. اگر هدف واقعی آزادی و دموکراسی برای همه ایرانیان است، پس باید حقوق ملی هر خلق نیز به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد. مردم کردستان سال هاست که برای دستیابی به حقوق اولیه خود مبارزه می کنند. آنها خواهان برابری، عدالت و حق تعیین سرنوشت هستند. حضور احزاب کرد در ائتلاف‌هایی که این خواسته ها را به حاشیه می‌رانند، به معنای نادیده گرفتن خون شهدا، فداکاری‌های زندانیان سیاسی و رنج‌های بیشمار مردم است. این کنگره باید درک کند که آزادی واقعی بدون به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌ها تنها یک شعار توخالی است. اگر قرار است ایران آزاد و دموکراتیک بنا شود، این بنا باید بر پایه احترام متقابل، برابری حقوقی و پذیرش و به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌ها باشد. حزب کردی محترم، اگر ادعا می‌کنید که از مهمترین بیانیه کنگره بیخبر بوده اید، پس چگونه عضویت خود را در آن توجیه می‌کنید؟ مردم کردستان ایران سالهاست که برای دستیابی به حقوق اولیه خود مبارزه می‌کنند. آنها خواهان آزادی، دموکراسی، خودمختاری، فدرالی هستند. پیوستن به جبهه‌ای که ماهیت سیاسی حزب گونه دارد و با اصول دموکراتیک همخوانی ندارد، میتواند این مبارزات را تضعیف کند و امید مردم را ناامید سازد. لازم است که احزاب کردستان با رویکردی واقع بینانه و مبتنی بر منافع ملی موقعیت خود را در این کنگره بازنگری کنند. شفافیت در تصمیم گیری ها، پایبندی به اصول اساسی و حفظ استقلال تشکیلاتی از جمله مواردی است که باید در نظر گرفته شود. یک جبهه سیاسی باید بستری برای همکاری و همگرایی احزاب مختلف با حفظ هویت و استقلال آنها باشد. اما اگر این جبهه خود به یک حزب تبدیل شود، احزاب عضو باید در مورد ادامه همکاری با آن تجدید نظر کنند. عدم شفافیت در مورد بیانیه‌ها و تصمیمات کلیدی نشان دهنده مشکلات جدی در نحوه اداره و پیشبرد اهداف این جبهه است. مردم روژلات به صداقت و شفافیت رهبران سیاسی خود نیاز دارند. آنها انتظار دارند که احزابشان در مسیر تحقق مطالباتشان گام بردارند و از هر گونه اقدامی که این مسیر را منحرف کند پرهیز نمایند. سرانجام این احزاب هستند که باید تصمیم بگیرند. اما تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا آنها توانسته‌اند در این برهه حساس منافع ملی و خواسته‌های مردم را بر منافع کوتاه مدت ترجیح دهند یا خیر. خروج از این وضعیت و اعلام براءت گامی ضروری در جهت حفظ اعتبار و اعتماد مردم کردستان به احزابشان است. این اقدام نه تنها بی احترامی به ارزش‌های ملی را جبران می‌کند، بلکه نشان دهنده تعهد واقعی به آرمان‌های مردم حق طلب روژلات خواهد بود. بنابراین از احزاب دموکرات کردستان ایران انتظار می‌رود که با درک عمیق از مسئولیت تاریخی خود در قبال مردم روژلات هرچه سریعتر از کنگره آزادی ایران خارج شده و ضمن اعلام براءت از آن در جهت تقویت جبهه ملی کردستان گام بردارد. این اقدام نه تنها به نفع مردم کرد، بلکه به نفع کل مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران خواهد بود.
زیرا بدون توجه به حقوق ملیت‌ها هیچ آزادی و دموکراسی واقعی در این سرزمین برقرار نخواهد شد. جان فدا هر جان فدا جان فدا جان فدا هر جان فدا I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so